با سلام. شرایط ذکر و ختومات امروزه بیشتر ختومات و اذکار تأثیر ندارن. در قدیم خیلی ها ذکر و ختم انجام میدادن و خیلی ها تأثیر میگرفتن بالای 90%، ولی امروزه بالای 90% تأثیر نمیبینن و میگن اینا خزعبلات و لاتائلاته. بعد بگم که ذکر و ختم حتی سادش به مقدمات و اصول و طریق نیاز داره، نه مثل این خزعبلاتی که تو اینترنت و مجازی پر شده که برو این کار انجام بده تا فلان بشه. اینا جنبه تبلیغ داره نه تأثیر. طریق و اصول تأثیر ذکر و ختم اینه که باید جسم و روح سبک و پاک باشه، که در قدیم به خاطر سبک زندگی ها بیشتر آدما دارای روح سبک و پاک و جسم معتدل بودن، ولی امروزه روح ها و نورهای درون آدما تاریک و سنگین است و پاک نیست، و اینکه مکان ذکر و ختم باید پاک باشه. به عنوان مثال امروزه در زندگی‌های آپارتمانی طبقه بالا طرف در حال زنا کردن، پایین در حال مشروب خوردن و کنار دست در حال زنا مشروب با هم. خلاصه مکان ذکر و ختم هم خیلی مهمه و در کل مکان و جسم و روح و نفس باید پاک باشه و دارای نور حق باشه و آلودگی و سنگینی و روح آدمای امروزی یک امر جدا نشدنی از زندگی امروزی شده. برای همینه که بیشتر اذکار و ختومات بی تاثیر است. پس اول سعی کنید روح و نور درون در نور و روشنایی و جسم در اعتدال باشه و بعد به جا آوردن اصول ذکر و ختم و بعد شروع و مداومت بر ذکر و ختم تا